چرا دیزنی پایان واقعی را حذف کرد؟ چون واقعیت خیلی تلخ بود. اون چیزی که توی انیمیشن دیدیم فقط یه نسخه کودکان است. اما توی داستان واقعی آریل پری دریایی قصه عاشق یه شاهزاده انسان به اسم اریک میشه. برای رسیدن به اون میره سراغ جادوگر دریا و باهاش یه معامله وحشتناک میکنه. صداشو میده تا پا بگیره و بتونه بین انسانها زندگی کنه. اما وقتی میرسه به دنیای آدمها، شاهزاده عاشق یه دختر دیگه شده و با اون ازدواج میکنه. آریل میمونه و یه قلب شکسته، بدون صدا، بدون امید. خواهرش میان سراغش با یه شمشیر جادویی. میگن اگه میخوای به دریا برگردی باید اریکو بکشی. آریل میره سراغش درست وقتی که اریک خوابیده، ولی وقتی به صورتش نگاه میکنه نمیتونه بزنه. شمشیر رو میندازه تو دریا و خودش هم به دنبالش میره. آریل تبدیل میشه به کف دریا. نه عشقشو به دست میاره، نه صداشو و نه زندگی قبلیشو. و این پایان واقعی قصه است که دیزنی برامون تعریف نکرد.